فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جناب مولانا دوستی پرسیدن که دوره دوستی اسلامی تقریبا که من دوستی دارم که با هم خیلی صمیمی هستیم، ولی اون دوستم نماز نمیخونه. چندین بارم نصیحتش کردم ولی قبول نمیکنه و نماز نمیخونه. آیا رفیقی کردن با این شخص درسته؟ از نظر آیات و روایاتی که ما داریم و یک اصل هست برای تمامی مسلمانان، این هست که هر مسلمانی باید با انسانهای پاک و شایسته و انسانهایی که مؤمن و متحد هستند باید دوستی بکنند. زیرا بنابر ضرب المثل عربی که میگن که الصاحب و صاحبون، که صاحب یعنی همراه انسان رو میکشد، کشنده هست، انسان رو متاثر میکنه از اخلاق خودش، رفتار خودش، اعتقادات و باورهای خودش. پس بنابراین انسان باید در زندگی خودش اون افرادی رو به دوستی برگزیند که از اونها به اصطلاح نفعی داشته باشد در بعد منفعت‌های دینی و معنوی، نه این که با انسانی همراه بشود که روز به روز از التزام اون پایبندی به شریعتش کاسته بشود. رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردند که لا تصاحب الا مؤمنا، همراه نباش مگر با انسانهای مؤمن، ولا یأکل طعامک الا تقی، و کسی که غذای تو را میخورد سعی بکن انسان پرهیزگاری باشد. یعنی اون کسانی که با هم دوست هستی، دعوتشون میکنی خونه، به خونهشون میری، اونها مانند خودت انسانهای پرهیزگاری باشند. اگر این قطع رابطه تأثیری داره در این که اون فرد رو به اصطلاح متوجه بکنه و التزامی داشته باشه، پایبند نماز باشه، بله تهدیدش بکن. اگر میخوای با من دوست بشوی، من این هستم و میخوام که شما اهل نماز باشید، وگرنه من چنین دوستی را و چنین مهر و محبتی را با شما نخواهم داشت. این همون توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم است.